آماده ای؟ آره. سلام بچه ها، خوش اومدیم به چنل من. اونطوری نگام نکن. تو بخش سیاه زندگیت رو قدر دیگه برام سیاه اگه آلیما بره بنزین بعد مثلا در شهر نان 40 سال زندگی اکبری یه ساخوساز داره میشه بچه ببخشید. بذار سیگارم میخوای بکشم بعد بگی نه اوکی اوکی. راحت راحتم راحتی سیگار هم. بکشم. اوکی راحته که سیگار بکش. اوکی. سلام بچه ها، خوش اومدیم به چنل من آویشنم که میشناسین احتمالاً که اینجایین. شونم پرهامه، دوست خوششانس من. خوشبختم، خیلی خوشحالم که چنل آویشن از خوششانسی خودم دفاع میکنم. خوبه، از خوششانسی من میخوای دفاع کنی؟ از خوششانسی تو هم دفاع این نکته جالبیه. خلاصش اینه بچه ها که ما همش یه بحثی داریم با هم دیگه که من فکر میکنم که آدم بدشانسیم و مدام راجع به این موضوع هم که حرف میزنم. میدونین احتمالا اینجا این دیگه این موضوع رو باش آشنایی دارین و ایشون فکر میکنه که این شکلی نیست. فکر میکنه که من هم آدم، خودت دفاع کن، فکر میکنی من هم آدم خوششانسیم. تو بخش سیاه زندگیت رو بیش از اندازه پرزنت میکنی. خب اوکی، این فکر میکنی یه بخش روشنی انتخاب میکنی بعد شانس که من اونو پرزنت نمیکنم. آره، یعنی وجود داره مثل این که تو به من میشه نشونش بدی. میتونیم تو چرا فکر میکنی بعد شانسی هستی؟ اون که خیلی don't open that door. یه مثال بزن، یه آخرین بعد شانسی تو یه مثال. مثلا الان چرا باید کمر من مشکل داشته باشه، من نتونم به پروازم برسم، بعد پرواز بعدیم بیفته توی تایمی که احتمال جنگ وجود داره و آسمون ناامنه و پروازا انجام نمیشه و من چرا باید توی همون ماه اسباب کشی هم داشته باشم؟ اسباب خونم بهم بگه که بهت ربطی نداره و ممکن وسایل من وسط خیابون باشه. این مثلا این چرا باید این اتفاق بیفته؟ آدم بدشانسی هستی دیگه. تموم شد دیگه، بریم خونه. نه آدم بدشانسی کردی زندگی خودت رو، میدونی، یعنی بدشانسی رو در آغوش کشیدی و این ماحصل اون پذیرش بدشانسیه، ماحصل پرزنت کردن خودت یعنی به زندگی. تو قبول داری که الان این اتفاق بد لاک هست؟ 100% فاجعه است، فاکتاپه. خب اوکی، این خوبه، اینو دوست ولی مسئول ایجاد این تصویر در زندگی خب بگو تو، چون تو منیفست کردی این وضعیت رو برای خودت. یعنی تو زندگی خودت رو در یک مسیری بردی جلو که اتفاقات بدشانس نما، اتفاقاتی که بدشانسی به نظر میرسن در زندگی تو خودشون رو متبلور میکنن و تو اینقدر بهشون بها میدی، اینقدر پذیراشون هستی، اینقدر در آغوش میکشیشون که هم بزرگشون میکنی هم آماده میشی برای بدشانسی بعدی و بنابراین اونها که میان تو کچشون، تو میگیریشون در آغوش خودت. این که الان در وضعیت ناموزونی زندگیت شکی نیست، ولی من میگم این یک اتفاق بیرون از تو نیست. چون وقتی راجع به شانس صحبت می‌کنی، تعریفت از شانس بگو. این حرفی که داشتی میزدی خیلی جالبه، چون اگر مثلا این حرفو 1-2 ماه پیش وقتی که من وسط اون بگی بودم بهم میزدی، احتمالاً هم زدی و احتمالاً من یک جواب دیگه ای دادم و اصلا پذیرای این صحبتی که تو داری میکردی نبودم. ولی بعد تصمیم گرفتم سعی کنم یه جور دیگه نگاه کنم، یه جور دیگه فکر کنم، چون واقعا احتمالاً یعنی واقعا حس کردم که یک دلیلی واقعا وجود داره، وگرنه توجیه پذیر برام نیست این همه اتفاق بعدی که داره برام میفته. و نمیخواستم، یعنی میخواستم اگر میتونم مسئولیتی براش بپذیرم سعی کنم حداقل که بپذیرم. یعنی از احساس میکنم که شاید اونقدر دیگه برام سیاه نیست، یه ذره داره به سمت خاکستری حداقل میره. و با چیزایی آشنا شدم توی این مسیری که سعی کردم که این کارو بکنم همین اخیراً که حرف تو رو بکاپ میکنه و من رو مخمه که این اتفاق بیفته. ولی آره، ولی خب تو به عنوان یه آدمی که سالهاست که داری این موضوع رو پرکتیس میکنی، جالبه که تو راجع به تجربه خودت راجع میبینی. حالا بذار من بگم که منظورم چی هستن، چی باعث شده که اول یه توضیح بده که شانس به نظر چیه، چون خیلی مهمه به نظرم. آخه من الان نظرم راجع به شانس خیلی متزلزله. ما نیست دیگه، داریم باشون صحبت میکنیم، با خودمون صحبت. اینجا هم هستم مثلا واسم به اینجا نه چون هیچ کس مثلا به قطعیت نمیرسه دیگه. ولی میخوام این که میپرسم این رو به خاطر اینکه میخوام ببینم تو شانس رو یک نوری بیرون از زندگی خود اون موجود زنده فرض میکنی که به زندگیش میتابه،
یا از درون خودش به بیرون میتابه؟ خب بذار من اینو بگم. برای من همیشه این شکلی بوده که من اون نور رو از بیرون فرض میکردم. واسه همین میگم نظر الانم خیلی تو حالت گذارم احساس میکنم، ولی واسه من این شکلی بوده که آره یک احساس میکنم که یک فورسی قوی تر از من خارج از من وجود داره و اون شانس بد منه و من کاری از دستم بر نمیاد و من هر تلاشی که دارم میکنم دست و پا زدن در جهت بدتر شدن موضوع. انگار که باید بپذیرم که اوکی بد شانسم و دیگه بیخیال شم. این حسی بود که توی روزایی که خیلی حس بد این حسی بود که عموما داشتم، ولی الان دارم حسشو هنوز ندارم، دارم سعی میکنم که احتمالات دیگر رو بررسی کنم و شاید بتونم این موضوع یه ذره تغییر بدم. دارم سعی میکنم که عملیات خودم رو اگر که عملیاتی دارم توی این موضوع بتونم گردن بگیرم. آره خوب گفتی گردن بگیرم. آره. ولی در راستای این که مثلا داشتم سعی میکردم که پیدا کنم یه چیزی رو که دید منو به موضوع عوض کنه، با یه آقای آشنا شدم به اسم ریچارد وایزمن که بریتیشه، بعد ماجیشن بوده اصلا و بعد کنجکاو شده راجع به این که مثلا اون روانشناسی که پشت ذهن آدم‌ها وجود داره برای پذیرش ماجیک، اصلا جوری که اون ماجیشن استفاده میکنه از روانشناسی که گول بزنه آدم‌ها رو و حالا خلاصه رفته دنبال روانشناسی و اینا، الان پروفسوره توی این زمینه‌ها و اینا. بعد این یه سری کتاب داره، یه کتابی داره اسم The Luck Factor که میاد 4 تا پرینسیپل رکن 4 تا رکن معرفی میکنه که بهشون میگه پرینسیپل های لاک هستن، یعنی ارکان شانس هستن اینا. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه تحقیقی که کرده اویدنس بیس بر پایه شواهد مهم نیست الان اونقدر. اوکی. آره اویدنس بیسه دیگه. حالا ادبیات تو اینه دیگه، هر کی حال نمیکنه. آره من همینطوری حرف میزنم، دوست ندارم هر کی حال نمیکنه بره بمیره. مرسی. داشتم سعی می‌کردم نایس باشم، نمیخواد شبیه خودم باشم. نایس باشه خیلی نباشم. ولی آره چون که این شکلی، چون اومده یک محققی تحقیق کرده و میدونی نیومده همونطوری یه چیزی بگه، نیومده این فاز spirituality اینا مثلا اعصاب منو خورد میکنه، ولی وقتی که اینطوری میاد مثلا تحقیق میکنه به نتیجه میرسه برای من قابل پذیرش تره. چی حالا این ارکانش؟ اومده یک سری آدمی که خودشون فکر میکنن خوش شانسن یا خودشون فکر میکنن بد شانسن، یعنی الان دو تا نمونهش اینجا نشسته از هر گروهی یه دونه اینجا داریم، اومده اینا رو بررسی کرده و این خیلی موضوع مهمیه، چون که ممکنه که یه سری اتفاقایی که کاملا به نظر مثلا حداقل من شخصی بگم به نظر من کاملا بدشانسیه برای آدمی پیش اومده باشه، من اگه اون اتفاق برام پیش بیاد میگم یه بدشانسی دیگه، ولی اون آدمه هنوز فکر خودش یک آدم خوششانس تلقی میکنه. این خیلی موضوع مهمیه توی این کلا توی این تحقیقی که کرده، به خاطر اینکه مهم نیست از بیرون چی به نظر میرسه، مهم حس اون آدم و پرسپشنش راجع به خودشه. و اومده روی این سری تحقیقات انجام داده، حالا رسیده به 4 تا رک که مثلا یک بگم بپریم توش. بگو چیه برام جالب شد. خب مثلا اولیش اینه که وایسا یه دور بخونم بعد بگم. اولیش اینه که حالا دیگه مثلا اینطوری نمیگم فلان چیز، توضیح میدم که چی داره میگه که آدم‌های منعطف‌ترین و شانس‌هایی رو که سر راهشون قرار میگیره رو بیشتر پذیرا هستن نسبت بهش و بیشتر میبینن اصلا. و خب مثلا یه چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که مثلا طرف میدونه چی میخواد، اون شاید ثابت باشه، حتی مثلا طرف میدونه که من میخوام پول در بیارم، ولی اینکه چطوری پول در بیارم ست نشده برای این آدم و میاد بحث میکنه، میگه آدم‌هایی که خودشون فکر میکنن که خوش شانسن خیلی فلکسیبل ترن نسبت به اینکه چطوری به اون چیزی که برسه، ممکن 1000 تا چیز امتحان کنه و یکیش به نتیجه برسه، ولی اون آدمی که میگه من بد شانسم خیلی براش اینطوری پلن ریزی شده تره داستان، واسه همینه که وقتی اون یک پلن شکست میخوره یا نهایتاً پلن بی که کلا مثلا دو تاش هم احتمالاً کانزرواتیو شکست میخوره، بیشتر فکر میکنه که من چقدر آدم بد شانسی ام. و من وقتی داشتم که با این موضوع مواجه میشدم دقیقاً داشتم به تو فکر میکردم راجع به این موضوعی که حالا شبیه به هم میتونه توی زندگیمون، یعنی شبیه به هم میتونه باشه، داستان مهاجرت، اینکه تو چه اکتی کردی و من چه اکتی کردم
یا مثلا چه میدونم روشی برای پول درآوردن یا اصلا هر کدوم اینا. و مثلا من فکر میکنم که این که من الان اینجا حتی نشستم و دارم سعی میکنم که یوتیوب و یه چنل رو شروع کنم، یه بخشیش به حرفایی که با هم زدیم برمیگرده، به این تصمیمی که من گرفتم که یک جور دیگه کلا نگاه کنم به زندگیم برمیگرده. وگرنه که خیلی وقتا شاید تو ذهنم هم میومد ولی هیچ وقت عملا انجامش نمیدادم، جزو اون چیزهایی بود که جزو پلن زندگی من نبود. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا توی داستان شخصیم آره من جا به جا شده اون جایی که وایستادم، ولی توی یک محدوده جا به جا شده، میدونی؟ ولی تو دقیقاً به نظرم اصلا این مثلا این یک رکن و قشنگ من میتونم در تو ببینم. حالا به نظرم خودت بگی جالب تر. میدونی من فکر کنم این توضیحی که داره میدی الان ماجرا اینه که بحث پرفکشنیسمه، بحث کمالگراییه. خب کمالگرایی چرا میگم بده یا من معتقدم بده؟ بد نیست چون ذاتاً چیز بدیه، ما نباید کامل باشیم. بده چون محدوده. محدوده یعنی چی؟ یعنی یه کت تنگیه که عرض شونش، کمرش این خیلی فیته برای یک لحظه خاصه، برای وزن 65 کیلو و 700 گرمه. وقتی که تو 65 کیلو و 700 گرم نمیپوشی فوق العاده است. ولی سوالی که هست اینه که چقدر تو احاطه داری روی شیپ بدنیت، به اندازه گرماژش آیا احاطه داری؟ به نظر من نداری. به نظر من هر انسان یک کمی زندگی کرده این معتقده که نداری. چون نداری این رو فرض وقتی نمیگیری، وقتی همه این مسئولیت این گرماژ رو به خودت در واقع واگذار میکنی، اتفاقی که میفته اینه که با ذره جابجا شدن، با ذره تاثیر محیطی، با ذره بالا پایین شدن هورمون، هر اتفاقی خارج از دایره کنترل خودت، اون موقع تو این کد برای تو تنگ، دفرم است، اذیت کننده است، آزاردهنده است و مطلوب نیست. میدونی؟ واسه همینه که کمالگرایی به نظر من ریشه در نارس بودن، ریشه در خودشیفته بودن داره. چرا؟ چون تو فکر میکنی که همه این سرنوشت رو تو مینویسی. تو فکر میکنی که میتونی دقیقاً مشخص کنی که چه چیزی قراره به چه شکلی اتفاق بیفته و این نه عقلانیه، نه فروتنانه است، نه فیکس با تجربه زندگی که ما و بزرگان و همه انسان‌های دیگه تجربهشون کردن. واسه همین من با این حرف موافقم. چرا؟ چون میگه که آقا یه 2 سایز بزرگتر بگیر که این دامنه حرکتی اتفاق بیفته. و به نظر من دقیقاً همینجوری که بحث کردی، یعنی تو زمانی که انتخاباتت رو محدودتر میکنی، احتمال فیل شدن میره بالا، احتمال احساس شقاوت و بدبختیت میره بالا. و خب فکر میکنی که آدم بدشانسایی هستی دیگه. یه مثال بعد بزنم با مزه است، اونم اینه که مثلا عشق یک تجربه معمولا رنج آوره برادر. چرا؟ چون دقیقاً همه خصوصیاتی که گفتم عاقلانه نیست رو داره. یعنی تو دقیقاً با یک آدم یک سرنوشت رو متصور میشی و هیچ ضریب خطایی براش قائل نمیشی. میگی من با اکبر میخوام در شهر آقای اکبری در شهر سمنان 40 سال زندگی کنم و همدیگه رو دوست دارم. خیلی باید بکنم. عشق همینه دیگه. میدونی عشق این شکلیه. واسه همین خب احتمال فیل شدن بی نهایت بالاست. ولی وقتی بگی من میخوام عاشقانه زندگی کنم، آقای اکبری و آقای اصفری هست. آقای اصفری این جالبه. اینو من یه دور دیگه راجع بهش حرف بزنم که آخه عشق خیلی چیزای دیگه آتیش میشه. عشق خودش داستان میفهم. ولی آره مثلا این که گفتی که اینو چرا الان گفتی؟ این اصلا خودش یه اپیزود دیگه میتونه باشه. نه خوب شد که گفتی الان. عبور کنیم از آقای اکبری. از آقای اکبری نمیشه عبور کرد. قرار شد تو سمنان 40 سال باش زندگی کنم. من اینطوری گفتیم رفتی آره دیگه. میریم یه 40 سالی هم برای نه ولی اینم میگه که آدم‌های این آقای اکبری یه ساخت ساز داره میشه بچه‌ها. ببخشید واقعا. میگه که آدم‌های اوتگوینگ ترین و این باعث میشه که آدم‌های مختلفی هم وارد زندگیشون بشن که ممکنه شانس‌های مختلفی توی هر زمینه‌ای وارد زندگیشون کنن. و این اتفاقا خیلی چیز جالبیه که من تو زندگی شخصی خودم تجربهش کردم که اتفاقا یه ویدیو راجبش هم دارم.
توی یکی از زمینه‌ها اینه که چقدر یه اسمال تاک میتونه زندگی تو تغییر بده و چقدر تا حالا تغییر داده و من این چیزیه که تو مهاجرت خیلی بهش فکر کردم. چون خب مثلا وقتی که داری جایی که همیشه زندگی کردی زندگی میکنی، این جالبه که من آدم اوتگوینگی هستم، وقتی داری یه جایی زندگی میکنی که همیشه توش زندگی کردی کامفورت زونته و اوکیه، آدما تو داری میدونی، شاید اونقدر نیاز نباشه که یه کار جدیدی همش مداوم انجام بدی واسه اینکه اون ارتباطات رو داشته باشی، ولی وقتی که میندازنت یک جای جدید همه اینا کلا از بین میره و دیگه میمونی تو، فقط تو که بیای که یک نتورک جدیدی رو واسه خودت بسازی. و من روزهایی که حالم خوبه خیلی این کار رو انجام میدم و وقتی بعدم برمیگردم نگاه میکنم به بیگ پیکچر، به کل تجربه که داشتم از مهاجرت، میبینم که چقدر روزهایی که حالم خوب بوده باعث شده که یک سری چیزا توی زمانی که حالم بده به دادم برسه. مشابهش میشه مثلا اینی که میگم راجبش مثلا ویدیو دارم، دوستم کامیل که تنها دوسته میتونم بگم خیلی صمیمی ایتالیایی منه، که من موقعی که رفتم ایتالیا یه روزی بود که این شکلی بودم که مثلا یه مجسمه‌ای بود توی میلان که من تا حالا ندیده بودمش، بعد 1.5 سال اینطور زندگی توی میلان یه روز تصمیم گرفتم برم اینو ببینم و این کامیل با یه دونه از دوستاشم اونجا بود، حالا اتفاقی اینا هم اومده بودن همون مجسمه رو ببینن و من هی سرچ می‌کردم راجبش، مثلا یه سری چیزاش ایتالیایی بود متوجه نمی‌شدم و همینطوری مثلا رفتم یهو به کامیل گفتم که مثلا شما میدونین که مثلا داستان این چیه و اون هم خب آدم پذیرایی بود، ممکن بود نباشه، ممکن بود این، ولی خب یک بار ممکنه یه آدم همیشگی باشه که من این شانس رو داشتم که یه آدم همیشگی اونجا بود و من این سوالو فقط ازش پرسیدم و شروع کردیم حرف زدن و گفت بریم ما هم قهوه بخوریم و بعداً کامیل شد یکی از نزدیکترین آدم‌هایی که من اونجا داشتم و خیلی ساده من میتونستم اون روز نرم و این سوال ازش نپرسم و هیچ کدوم اینا اتفاق نیفته و این باعث میشه این فکر کنم که چقدر شانس این شکلی وجود داشته که من کلوز آف بودم و اینا نرفتم خودم بخوام مثلا به چنگش بیارم. ولی آره تو بگو. این دقیقاً ما این تجربه که گفتی راجع به مهاجرت، حالا خیلی کوتاه خلاصش اینه که من مهاجرت کردم برگشتم که گفتی که چقدر داستانی فرق می‌کنه. آره من رفتم کانادا که زندگی کنم، یه 7 ماه 6 ماه 7 ماه اینا تقریبا موندم و بعد برگشتم، حالا به دلایلی زیاد که یه موقع میتونیم راجعش صحبت کنیم. ولی من همیشه بحثی که با تو میکنم سر ایران زندگی کردن میگم که آقا و خوش شانس بودن تو، بحث اینه که تو دقیقاً آدمی هستی که بیرون میزنی، آدمی هستی که شاخکات رو باز میکنی، آدمی هستی که میپذیری هر نوع معاشرت رندومی رو تا حد خوبی و این احتمالا رو میبری بالا در زندگی. مهاجرت کردی، شهر عوض کردی، با آدم‌ها معاشرت کردی، سوشال مدیا فضا میدی به آدم‌ها که راجع به اظهار نظر کنن، گپ بزنن، دوست پیدا کنی اینا. و این نکته‌ای که از اینه که تو این کارو در ایران نمی‌کنی. میدونی، یعنی تو ایران رو خارج میکنی از اون دایره‌ای که میتونه احتمال ایجاد یک اسمال تاک‌های منطقی به درد بخور، احتمالات عجیب غریبی که میتونه زندگی رو تکون بده. جالبه، اینو خودم بهش فکر میکردم ولی فکر نمیکردم اینقدر. آره به نظر من مثلا ایران هم جزوی از دنیاست و چون صرفا خانه ما بوده در روزگاری یا توش به دنیا آمدیم دلیل بر این نیست که احتمالاتش پایینه. مسئله برخورده. جالب بوده. اینا نکته حکمتی بود راجبه. جالب بود. مثلا حالا میخوام که راجب خودت بگی. ببین مثلا من الان چند تا تجربه شخصی گفتم و تو نقطه مقابلشو اگه داری بگو. نه نمیدونم کلا که چون من میگم راجع به سوال کنم که چیه ماجرا این شانس، یا میگم من انسان خوش شانسی ام، موجود خوش شانسی. من کاملا فکر میکنم که شانس چیز بیرونیه. یعنی اصلا این باور رو ندارم که یک چیزی از درون تو زندگی تو رو میبره جلو. تو قرار نبود اینو بگی. از اون اول داره جوابمون عوض میشه. من میگم شانس چیز بیرون، یعنی یک نوریه کاملا از بیرون که هست. خب این خیلی بده که. چرا بده؟ خب نمیشه کارش کرد اگه بیرونی باشه. الان برای توضیح میدم. اوکی بگو. مسئله اینه یک نوریه، یه پروژکتوریه که داره یک مسیر رو داره مسیرهای متفاوتی رو به تو نشون میده. خب مسئله که وجود داره و تو هم کوری، یعنی در برخورد با شانس به نظر من، در برخورد با راه سعادت، رضوان ذهنی، این کلمه خیلی مورد علاقه منه. منتظر بودی استفاده کنی.
رضوان ذهنی برای ما پیدا کردنش و حرکت کردن در مسیرش یک چیزیه که به نظر من ما نمیتونیم ببینیمش. اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که به نظر من برای اینکه بتونیم راه بریم در مسیری که ما رو خوشحال کنه، احساس کفایت بده به زندگی، نیازمند اینه که از تن خودمون جدا شیم. یعنی چی؟ یعنی بذار یه مثال بزنم. مثلا شما میری بازی گیم فلان که میکنی، دو مدل داره، یه دونه اول شخصه، یه دونه سوم شخصه. خب مادام که ما زندگی رو به نظر من به صورت اول شخص تجربه میکنیم، استارت زندگی به صورت اول شخص میکنیم، ما مسئولیت میپذیریم، ما احساساتمون برانگیخته میشه، ما ناراحت میشیم، خوابمون میاد، گشتمون میشه، همه این احتیاجات و این احساسات به عنوان یک چیزی که برای من اتفاق میفته داره تجربه میشه. ولی به نظر من یک آلترناتیوی هست که میشه ایجادش کرد یا میشه درکش کرد یا میشه به هر شکلی بهش رسید که جای بحث داره اونم چه شکلی میشه بهش رسید. میتونی تو نگاهت رو، پوینت آف ویوت رو از حالت اول شخص به حالت سوم شخص تغییر بدی. یعنی اگه من فرض بکنم یا به این باور برسم که من راننده یک شخصیتی هستم به اسم پرهام که در این لحظه در رشته، حالا دارم میبرم بهش غذا بدم، حالا دارم میبرم بخوابونمش، حالا دارم میبرمش به مهمونی، حالا دارم میبرم که معاشرت بکنه، اون موقع احساس میدونی اون تاچ شدن اون احساسات برای من بارش میاد پایین، چون حس نمیکنم که به من آسیب زده، به من دمیجی وارد شده یا من خیلی برانگیخته شدم. انگار یک چیزی بیرون از منه که من دارم کنترلش میکنم. یه جورایی انگار ارباب یک کاراکتری میشی که خودتی. ولی خیلی این تمرین میخواد، به خاطر اینکه اون لحظه مثلا حالا احساسات مثبت شاید اوکی تر باشه این موضوع براش، ولی وقتی احساسات منفی یعنی باید تمرین کنی که سوارت اونقدر نشه، چون اگر که اون لحظه سوارت، اون لحظه که حال من بده تو بیا اینا رو به من بگی، من اصلا نمیتونم. من فکر میکنم که این چیزی که تو داری میگی که احتمالاً داری همینو میگی، اصلا تمرین خیلی زیادی میخواد. تمرین نیست، من تمرین نیست. اصلا تمرین یعنی تو فکر کن یک کلیکه که میخورم. آره تمرین یعنی اصلا تمرین چیزی تو درکی از دل تمرین در نمیاد. تمرین برای چیزیه که تو نمیفهمی. آخه ببین خیلی آخه نه، تو درک ممکنه نسبت به این موضوعی داشته باشی ولی نتونی انجامش بدی. من به نظر هم چیزی نیست. خب این خیلی عجیبه. به نظر من تو چیزی رو که احساس میکنی درسته ولی نمیفهمیش رو تمرین میکنی. اوکی. چیزی که میفهمیش دیگه تمرین نمیخواد. میدونی تو تمرین نمیکنی از آتیش بترسی. شما چی فکر میکنی؟ من هیچ کس رو فکر نمیکنم بشناسم یا وجود داشته باشه که تمرین کرده باشه از ارتفاع بترسه، تمرین کرده باشه از آتیش بترسه، تمرین کرده باشه که وقتی ماشین رد میشه بیاد عقب. ما تمرین نکردیم ولی این یک چیزی در درون ما وجود داره برای بقای ما قبل ما تمرین کرده. خب چرا؟ چون واضحه. واضح نبوده همیشه که. نه همیشه واضح نبوده. خیلیشو تو بچگی یاد گرفتیم، خیلیشو اصلا توی کد نویسی شده هست. یه بچه گربه رو تو خب غریزشه دیگه. آره برای بقاش همه چیز این شکلی نیست که تو همه چیزو نمیتونی. نمیدونم نظر من. بقا به خاطر چی؟ بقا یعنی چی؟ یعنی تلاش برای نمردن. اوکی آره. درسته؟ چی میکشه آدم رو؟ خب خیلی پیچیده میشه همینجا، همین خیلی مخاطب سطحش بالاست. نه آخه منظورم این نیست. منظورم اینه همیشه به سادگی. بچه نه، من فکر نمی کنم که بچه از اول میفهمه که نباید به یه چیز داغ دست بزنه، میره دست میزنه. دام رنج رو تجربه میکنی یه بار علاقه این باشه که یک تو میگی یک بار اولین بار یک بار نه به نظرم. دارم اینو میگم که توی لایه‌های پیچیده‌تر خیلی خرابی هایی وجود داره که نیاز به تمرین پیدا میکنه. همه چیز حالا خیلی حرف بانه، خیلی چیزها یعنی به سادگی فهمیدن و انجام دادن واقعا اگر زندگی بود خواستن توانستن. آخه هست بحث پیچ. آخه یه کلمه تو میتونم عوض کنم، با همه حرفت موافقم، ولی اونجایی که میگی لایه های پیچیده تر من میخوام کلمه بیسیک تر رو استفاده کنم. اوکی. الان تو هیچ وقت غمگین نمیشی؟ خیلی کم میشم. خیلی کم میشی دیگه. خیلی کم میشم. همیشه خیلی کم میشی. کی اینو فهمیدی؟ فکر میکنی؟ اونو باید بیاد توی نه جدی کی فهمیدی اینو؟ آخه یه چیزیه، یه مسیریه، میدونی، یعنی
خب پس یه نقطه من دارم همینو میگم، مسیر تو بهش میگی من بهش میگم تمرین. نه تمرین نیست، یه مسیر فهمه. میدونی من رنجیده شدم در کودکیم، خب و طبیب غم شد و روزم خراب شد، ماهم سیاه شد. نگاه کردم به بیرون از خودم، دیدم آدم‌ها دارن مغموم میشن، رنجیده میشن، افسرده میشن، احساس تهوع نسبت به زندگی پیدا میکنن و زندگیشون سیاه میشه. یه اتفاقی افتاد، مشابهت دادم وضعیت خودم رو با وضعیت پدرم، با وضعیت مادرم، با وضعیت دوستم. دیدم رنج اون آدم چقدر برای من مسخره است. اون آدم داشت از سوختن تهدیگ برنجش میرسید به فروپاشی یک زندگی مشترک و ماهش سیاه میکرد. اون شب با همسرش نمیخوابید، با بچه‌هاش وقت نمیگذرون، فرداش خراب بیدار میشد، با همسرش دعوا میکرد، شوهر میرفت دیگه. میتونیم این منظر خیلی مسخره، ولی زمانی که برای من اتفاق میافتاد این فهم وجود نداشت. خب این مسیر عصبانیت و ناراحتی و غم تو هم همینقدر مسخره است، ولی چون داری اول شخص بازیش میکنی، این اول شخص میگم اینه ماجرا، چون داری اول شخص بازیش میکنی نمیفهمیش. وقتی بری بیرون خودت نگاه کنی، داستان خودت رو یه بار مرور کنی، میفهمی که مال تو. من اینو متوجه میشم، مثلا حرفت درسته، ولی به نظر من تمرین میخواد. نه به خاطر اینکه من فکر نمی‌کنم که تو نمیدونم، شاید هم بخواد، نمیدونم من فکر نمی‌کنم که تو ناراحت نمیشی دیگه. من فکر می‌کنم تو یاد گرفتی که اون لحظه چیکار کنی و از قبل من این تمرینی که میگم واسه اینه که فکر می‌کنم که وقتی هیجان، مخصوصا هیجانات منفی میزنه بالا، کنترل کلا سخت میشه. یعنی مثلا طرف عصبانی میشه یه چیزی پرت میکنه، میگن برو تمرین کن، که نمیگن این احساس دیگه هیچ وقت بهت دست نمیده. اشتباه میگن دیگه. فکر نمی‌کنم اشتباه میگن. اونا درمان میکنن. من میگم یک لایه قبل از رخ داد میشه مسئله رو حل کرد. نه اینکه رنج ببری بعد چجوری رنجتو کنترل کنی. مثلا رنج نبری. رنج میشه نبرد. این خیلی جالبه. نمیدونم شما بگید. من که نه قانون، ولی نمیشه. نشد. مثلا میگی بدشانس. فکر می‌کنی چقدر از آدم باهات موافقن؟ فکر می‌کنم همشون موافقن. همه باهات موافقن. هر آدم عاقلی که مغز توی کله‌ش. این پایین کامنت داره که من درست میگم. این چنل رو میبندم میرم خودم. یعنی به جمع بندی با هم بحث کردیم واقعا. واقعا ازم کجا میگی؟ نمیگی